سلام همراهان گرامی. اگه شما هم این 5 تا نشونه رو دارید و نمیدونید علتش چیه، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید تا هم دلیل این نشونه ها و همچنین راهکارهای کاربردیش رو بهتون آموزش بدم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. 5 نشونه اصلی شامل خستگی و ضعف مداوم، درد مفاصل استخوان‌ها، افسردگی یا نوسانات خلقی، ریزش مو و ضعف سیستم ایمنی بدنه. علت خستگی و ضعف مداوم حتی زمانی که خواب و استراحتتون به اندازه کافی هست اما همچنان احساس میکنید انرژی لازم برای انجام کارهای روزمره ندارید، میتونه کمبود ویتامین دی در بدن باشه. این ویتامین در عملکرد سلولهای بدن نقش داره و نبودش باعث احساس بیحالی و ضعف در بدن میشه. مورد دوم درد استخوان‌ها و مفاصل. ویتامین دی در جذب کلسیم نقش کلیدی داره و کمبودش میتونه باعث درد در استخوان مخصوصا در ناحیه پاها و کمر بشه. همچنین در کودکان منجر به نرمی استخوان یا راشیتیسم میشه. ریزش مو و ضعف سیستم ایمنی از دلایل دیگه کمبود ویتامین دی در بدن هست. زمانی که فرد از ریزش مو بسیار شاکیه و یا تون بیمار میشه و به راحتی سرما میخوره، ممکنه دچار کمبود ویتامین دی شده باشه، چون این ویتامین به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنه و نقش مهمی در مقابله با عفونت‌ها داره. خب حالا که مختصری در مورد علت این 5 نشونه میدونیم، بریم سراغ چند راهکار طبیعی و ساده برای افزایش سطح ویتامین دی در بدن. بهترین منبع طبیعی ویتامین دی نور خورشیده. روزانه 10 تا 30 دقیقه بدون کرم ضد آفتاب در معرض نور مستقیم خورشید باشید. به ویژه بین ساعت 10 صبح تا 3 عصر. این کار میتونه به تولید ویتامین دی در پوست کمک کنه. البته نوع پوست، فصل، محل جغرافیایی و آلودگی هوا بر میزان تولید این ویتامین بسیار تاثیرگذاره. مورد دوم داشتن رژیم غذایی مناسب مثل مصرف ماهی سالمون به صورت پخته شده، همچنین مصرف زرده تخم مرغ، قارچ، شیر غنی شده، آب پرتقال غنی شده و غلات صبحانه غنی شده است که سرشار از ویتامین دی هستند و حتما باید در رژیم غذایی روزانه به کار برده بشن. انجام ورزش‌های مناسب، مصرف سبزیجات و میوه‌ها و دوری از استرس و آلودگی از جمله موارد دیگه در درمان کمبود ویتامین دی به حساب. اما اگه با رعایت کردن این موارد همچنان به کمبود این ویتامین مبتلا هستید و بعد از انجام آزمایش کمبود ویتامین دی برای شما تشخیص داده شده، حتما تحت نظر پزشک مربوطه یا متخصص تغذیه از مکمل‌های ویتامین دی مثل پرل DS در دوز 50,000 واحد و 1000 واحد برای کودکان طبق دوز انتخابی که خود پزشک مشخص میکنه استفاده کنید تا از عوارض و مشکلات ناشی از کمبود این ویتامین در بدن ایمن باشید. خب همراهان گرامی، ممنون که تا آخر این ویدیو هم با من همراه بودید. امیدوارم مطالب براتون مفید بوده باشه. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستم. تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدارتون.